محله‌های مرزی تاجیکستان پیشتر چنین سیرآدم نبود. اینجا ساکنان محله‌های دیگر آمدند تا در برقرارسازی و تعمیر خانه‌های آسیب دیده کمک کنند. محله ما خصوصا 50 نفر آدم اومدگی، اما تا آخری همین شدن انشالله خانه همه بنیاد کنیم میتونیم انشالله یک روم دو روم در روم 20 روم تا بتون نکنه خداوند ما اجازه بده. ولی حادثه من در 8 در خانه هم بود، همراهی کیلین دو جهاز خانه همه در خانه بود، همه از قوم آتش بود هیچی مونده بشید. اینا رحمت کلام که من این محله آمده موقع یردن کشتم خدا خواهنده از ساخته میکنم. همه به نوبت میخواه اومده یردم کرد آباد کرسیم، همه با زبان برو دستگیری میکنم میگون الحمدلله. قسمی از مسائل ساختمانی و اشیای ضروری را از مرکز از دوشنبه فرستادند. مقامات چند پیش گفتند که با دستور رئیس جمهور به بیشتر از 300 عائله آسیب دیده کمک از جمله سیمنت برای خانه‌سازی فرستادند. بجز از مقامات فعالان نیز به جمع‌آوری کمک برای عائله‌های ضرر دیده آغاز کردند. در خوجند نیز اختیاریان و سازمان‌های خیریه نقطه‌های جمع‌آوری کمک باز کردند. امروز شد بعد از همین حادثه که با وجود آمد قسمت زیادی استادان دانشجویان دانشگاه به ریاست دانشگاه مراجعت کردند که میخواهند به همه اهالی ضرر دیده کمک کنند و بیش از 25000 سومانی مبلغ جمع آوری کرده شده. با تشبثی یعنی خود استادان و دانشجویان دانشگاه خواهشمندی همین گونه مبلغ جمع آوری کرده شد و قسمتی مواد خوراکه همچون کمک به اهالی ضرر دیده به جماعت‌های خیستیورز و قلچه و انمی جماعت‌های چورکوی شهر اسفره همین گونه کمک کرده شد و من فکر می‌کنم این آغازش است. باز هم پیشنهادات زیاد از جانب استادان دانشجویان ما گرفته ایستاده، فکر می‌کنیم که ما همین گونه اقدام رو نیست بعداً ادامه خواهیم داد. در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 14-17 سپتامبر صدها خانه در هر دو طرف مرز آسیب دیدند و یا سوخته و نابود شدند. مردم بیخانه مانده در خانه خویشاوندان یا خانه‌های اجاره زندگی می‌کنند. مقامات تاجیکستان تا حال حجم ضرر از مناقشه را اعلام نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.